مایکل بهت سلام میکنم. خیلی خوشحالم که قراره با هم دیگه صحبت بکنیم در خصوص رقابت‌های جام جهانی و بهت خوش آمد میگم. Hello Michael, I greet you and I'm happy that you're here with us to talk about the World Cup. Welcome. Thank you for having me. متشکرم از اینکه منو دعوت کردید. مایکل تو از سال 1998 در واقع داری کار میکنی در حوزه جام جهانی و همه مسابقات رو رصد کردی. فکر میکنی که از لحاظ کیفی این مسابقات چطور بوده؟ با حضور 48 تیم، با توجه به اینکه یک دور از مسابقات هم سپری شده، به نظرت از لحاظ کیفی مسابقات چطور بوده و کدوم یکی از تیم‌ها رو در حد و اندازه‌های مدعی قهرمانی دیدی؟ I think it's comparing it with the previous. فکر میکنم مقایسش کردن با دوره‌های قبلی خیلی سخته، به خاطر اینکه اسکیل همه چیز متفاوته، نه صرفاً به این خاطری که 48 تا تیم داریم، بلکه در 3 کشور بازی میکنیم، در یک دامنه جغرافیایی بزرگ هستیم و خب بازه‌های زمانی متفاوتی استفاده میشه. این باعث شده که صحبت کردن از همه چیز در یک جا بسیار سخت باشه. به نظر میرسه یک دریای بیکرانی از فوتبال جریان داره. البته اگر شما طرفدار فوتبال هستید این چیزیه که قطعا ازش لذت خواهید برد، اما از نظر مقیاس این مسابقات شرایط به طور کامل متفاوت از آن چیزی است که من پیش از این دیدم. راجع به هایدریشن بریک ها میخوام صحبت بکنی. خیلی انتقاد شده نسبت به این داستان از طرف بازیکن‌ها و یه سری از کارشناسا و این داستانی که در واقع به نظر میرسه بیشتر از این که بخواد هوای بازیکن‌ها رو به خاطر گرمای هوا داشته باشه، قراره که جیب یه سری از مدیران فیفا و یه سری از کمپانی‌ها رو پر بکنه. نظر خودت در این خصوص چیه؟ آره، به نظرم جالبه. من تو بازی انگلیس کرواسی بودم 2 روز پیش. استادیوم تو دالاس در محیط بسته است، دما کنترل شده، شرایط فوق العاده خوبه برای بازی، ولی با این وجود بازم ما اون هایدریشن بریک رو داشتیم. در اون شرایط به خصوص به نظر خیلی غیر ضروری می اومد. طرفداران هر دو تیم هم به نظر عواطفشون رو صراحتاً ابراز کردن با هو کردن و فریاد کشیدن و وقتی که بازی دوباره شروع شد خیلی جو بهتر و خوشحال‌تر بود. من فکر می‌کنم به طور کلی در این تورنمنت هایدریشن بریک داشتن تو بعضی بازی‌ها، چرا که در اون بازی‌ها اینها واقعاً ضرورت دارن. به عنوان مثال وقتی بازی ساعت 2-3 بعد از ظهر شروع میشه، مثلا در جایی مثل آتلانتا یا میامی که دما بالای 30 میره و اتفاقاً در ادامه این تورنمنت در طول تابستان هوا گرمتر هم خواهد شد. من کلیت این مسئله رو متوجه میشم، اما فکر میکنم وقتی پخش این برنامه رو میبینیم روی تلویزیون ها و با پیام های تبلیغاتی مواجه میشیم، باید اینو بدونیم که وقتی فیفا با ایده هایدریشن بریک جلو اومد، همه آماده بودن که این شرایط رو دریافت کنن. البته باور این نبود که قرار باشه اتفاق تجاری در کنارش بیفته. ما نمیدونیم که پخش کننده ها از قبل هم با این مسئله اعلام موافقت کرده بودن یا اینکه اصلا همه حقایق مطرح شده بود یا نه. میشه راجع به این مسئله صحبت کرد، ولی فکر میکنم هنوز مسائلی برای ما نامشخصه در این مورد. اگه موافقی راجع به میزبانی هم با هم صحبت بکنیم. خب از یه طرف آمریکا شرایط سختی رو برای ورود هوادارا و حتی بازیکن‌های تیم‌ها در نظر گرفته. مثلا دیدیم که مانوئل نویر یا مثلا کوین دی بروینه و سایر بازیکنان مطرحی که به شدت مورد تفتیش قرار می‌گرفتن در بعد ورود به خاک آمریکا. از اون سمت مکزیکو داریم می‌بینیم که به محض اینکه بازیکن‌ها وارد میشن با موسیقی ازشون در واقع میزبانی میکنن، فضای شاد، رنگ‌های متنوع و
میخوام این مقایسه هم انجام بدی و ببینیم که آیا فیفا در نظر داره که برای جام‌های جهانی آینده یه شرایطی رو مهیا بکنه که تمام تیم‌ها و هوادارانشون بتونن در واقع از این میزبانی لذت ببرن و استفاده بکنن. فکر میکنم صحبت از حال و هوای کلی، اینکه تماشاگرها چقدر ازشون پذیرایی شد، چقدر ازشون استقبال شد در هر کشور، باید بگم خب در هر کدوم از این کشورها حال و هوا و فرهنگ فوتبال فرق میکنه. در مکزیک یک عشق دیوانه‌وار به فوتبال هست. مکزیک سالهای قبل هم میزبان بوده. همه میدونیم اگه برید به مکزیک حال و هوای فوتبال یه چیزی شبیه مهمانی و جشنه. متاسفانه من خودم هنوز اونجا نرفتم، اما طرفداران زیادی رو اونجا دارم و طرفدارایی هم اینجا دارم میبینم که خیلی مثبت دارن صحبت میکنن در مورد مکزیکو سیتی و جاهای دیگه که بهش رفتن. فکر میکنم حال و هوای آمریکا فرق میکنه به این خاطر که ببین نمیخوام بگم همه این مسائل رو باید در مورد دریافت ویزا خلاصش کنیم یا مثلا بگیم که اینجا برخورد به خوبی کشورهای دیگه نیست. اما راستشو بخواین خود من وقتی دیگه وارد کشور شدم همه چیز بسیار گرم و صمیمی بود. شاید بهتر اینجور بگم که این کشور کشور فوتبالی نیست. یه مقدار توجه به فوتبال هست، اما اون عشق به فوتبال که جاهای دیگه مثل مکزیک می‌بینیم اینجا نیست. همچنین وقتی به کاپ‌های آینده فکر می‌کنم بازم فکر می‌کنم آره اونجا باید علاقه خیلی بیشتر باشه. کنجکاوی هایی هست اما عشق و علاقه نه. شاید بشه گفت یه مقدار حتی بی‌تفاوتی هم نیست. ببینید آمریکا به میزبانی ورزش و مسابقات بزرگ مثل تیم‌های دالاس استارز و دالاس موریکس تو فوتبال آمریکایی عادت داره. اونها رخدادهای ورزشی بسیار بزرگی رو دائما دارن میزبانی میکنن. خود این کار بزرگیه، اما فکر نمی کنم بشه گفت چیز خیلی عجیب و غریبیه. فقط میگم شرایط فوتبال با اون چیزی که اونا بهش عادت دارن یه خورده فرق میکنه، همین. و با توجه به اینکه حوزه تخصصی فوتبال آسیا هست، میخوام راجع به عملکرد تیم‌های آسیایی هم ازت بپرسم. خب خیلی خوب شروع کردن. کره جنوبی با برد شروع کرد، قطر امتیاز گرفت، ژاپن هلند رو متوقف کرد. ولی خب هرچی رو به جلوتر رفتیم نتایج مقداری ناامید کننده تر شد و البته دیشب هم که کره جنوبی در مقابل مکزیک بازیش رو واگذار کرد. نظرت رو به صورت کلی میخوام راجع به عملکرد تیم‌های آسیایی بدونم و اینکه شانسی رو برای حضور اونها در مراحل حذفی قائل هستی یا نه، و حالا اگر توضیح هم بدی که بیشترین شانس رو برای کدوم تیم‌ها قائل هستی ازت ممنون میشم. فکر کنم همونطور که گفتی تیم‌های آسیایی شروع بسیار محکمی داشتن و خیلی عمیق در مسابقات وارد شدن. قبل از این شکستی که گفتی حالا 9 تا تیم آسیایی هم هستند و این شروع فوق‌العاده چشمگیریه. همونجور که شما هم گفتی نتیجه دیروز نه فقط برای کره بلکه برای قطر خیلی شکست بدی اتفاق افتاد، در حالی که اونا قهرمان آسیا بودن برای 2 دوره. برای اونا اینطوری باختن به کانادا به نظرم یه جورایی زنگ خطر بود، نه فقط برای خودشون، حتی برای تیم‌های دیگه که به این راحتی کوتاه نیان و خیلی هم بیش از حد به خودشون اعتماد به نفس پیدا نکنن، به ویژه نسبت به اینکه به راحتی قرار به دور بعد برسن. البته استرالیا شروع فوق‌العاده‌ای داشت، ژاپن هم جلوی هلند بازیش رو خیلی خوب بازی کرد، یه مقاومت خیلی خوبی نشون داد، به خصوص اینکه 2 بار هم کامبک زد هر بار که عقب افتاد. کره‌ها هم به نظرم نه هنوز شانس خوبی دارم. آره قبول دارم دیشب باختن، ولی
بازی برابری بود. مکزیک هم در واقع لایق بردن این بازی بود. کره هم کاری نکردن که جوری بازی نکردن که من بگم خب اونا ضعیفن و قرار نیست برن دور بعد. اما به نظرم کره، ژاپن، استرالیا تیم هایی هستن که خیلی شانس صعود دارن. بعد از اینها ببینیم چی میشه. فکر کنم عملکرد ایران جلوی نیوزلند هم یه ذره ضعیف بود. ما فکر کنم بیشتر ما امید داشتیم که ایران به طور قطع 3 امتیاز رو بگیره، ولی اون مساوی یه ذره ناامید کننده بود راستش. راجع به تیم ملی ژاپن حالا بیشتر صحبت بکنیم اگه موافق باشی. تو بازی با هلند آقای موریاسو رو دیدیم که روی یه سری وایت بورد اعداد بزرگی رو درج کرده بود و به نظر می رسید که نکات تاکتیکی رو داشت به بازیکن‌های تیمش میگفت. اونم در نوع خودش تصویر جالبی بود. راجع به اونم میتونیم نظرتو داشته باشیم؟ آره فکر کنم بذار اینجوری بگم جالبه، منم اونجا بودم، اون بالا هم توی سکوها نشسته بودم، نتونستم ببینم دقیقاً داره چی کار میکنه. بعد بازی تازه خودم رفتم دیدم اعدادی رو داره مینویسه. برداشت من این بود که مثلا داره بهشون میگه چند دقیقه وقت هست، نمیدونم، شاید یه سری سیگنال‌های از قبل هماهنگ شده. اما در مصاحبه بعد از بازی هم سرمربی در این مورد صحبتی نکرد. البته ازش سوال هم نکردن. نمیدونم، شاید خیلی بعد از بازی وقتی فیلم‌ها رو دیدن همه متوجه شدن، بهش دقت کردن. خب تا الان که خیلی راجبش صحبت نکرده کسی. فکر کنم چالش بزرگ وقتی توی جام جهانی با این مقیاس هستی اینه که بازی پشت بازی چیزی که توی بازی خیلی به چشم میاد توی بازی بعد کلا فراموش میشه. چرا؟ چون یه عالمه بازی دارن پشت هم اتفاق میافتن و خب توجه خیلی روی مسئله نمیمونه. از تیم ملی کره جنوبی هم بگیم. یه خبری منتشر شد که ظاهراً وایس یه سری از خبرنگارا بازنشر شده راجع به آقای سون هیونگ مین و به نوعی دارن خدمت سربازیش رو ظاهراً زیر سوال میبرن و خب این خیلی خبرش در واقع جنبه بدی پیدا کرد برای مدیر رسانه‌ای این تیم و ظاهراً ایشون استعفا داده و بازیکنان فعلا با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نمی‌کنن. خبر دقیقش رو میدونی که داستان از چه قرار بوده؟ به نظر میرسه که بعضی رسانه‌ها صداشون فاش شده که دارن بعضی بازیکن‌ها رو به خصوص مین رو یه جورایی ازشون انتقاد میکنن چون اونها خدمات سربازیشون رو انجام ندادن و به نظر میرسه که بسیاری از بازیکن‌ها اون سربازی 2 سال و نیمه رو یه جورایی ازش رد شدن بدون انجام دادنش. دلیلش هم خب اینه که تنش بین کره جنوبی و شمالی همچنان هست و روی این قضیه حساسیت‌های وجود داره. حالا بازیکنایی که توی کره مدال طلا توی کاپ آسیا ببرن و کسی مثل مین و خیلی های دیگه خب جام آسیا رو بردن در سال 2018. طبیعیه، پس اونها باید همچین معافیتی داشته باشن. وقتی که این معافیت رو میگیرن اینجوری میشه که به جای اون 2 سال و نیم میرن یه دوره آموزشی 6 تا 8 هفته‌ای میبینن که به فعالیت فوتبالیشون هم ضرر نرسه. این بازیکن‌ها به نظرم باید با اصحاب رسانه مواجه بشن. خب مثل هر مرد دیگری در جامعه کره توقع این بوده که اونها هم 2 سال رو خدمت سربازی انجام بدن. به نظر من خیلی واضحه که افراد مشغول در رسانه که خودشون هم 2 سال رو خدمت کردن یه مقدار عصبانی باشن نسبت به اینکه خب این بازیکن‌ها اوقات خوشتری رو داشتن با نرفتن به اون 2 سال خدمت. شاید به خاطر اینه که اینو تبدیلش کردن به یه موضوع خیلی مهم. من خودم یادم حضور در کره رو در یک
تورنمنت و میشه گفت قبلا هم همین تجربه با بازیکن‌های دیگه داشتن. اصلا یک دلیلی که بعضی بازیکن‌ها در بعضی مسابقات حاضرن اینه که فقط برن یک مدال طلا ببرن که به اون وسیله معافیت خدمت رو به دست بیارن. نکته اینه که اصلا معافیت خدمت گاهی وقتا برای خروج از کشور هم لازمه. در مثال دیگه بعضی بازیکن‌ها هستن که برای تیم ارتش کره هم بازی میکنن، ولی خب اگر قرار باشه یک نفر 2 سال دور باشه ممکنه که به فوتبالش به شدت آسیب برسه. به نظرم خود بازیکن‌های کره احساس میکنن که به شکل غیر منصفانه هدف قرار گرفتن و در کل مسئله خیلی پیچیده‌ایه. و تو نسل‌های مختلف فوتبال ایران رو دیدی که به رقابت‌های جام جهانی راه پیدا کردن. به نظرت کدوم یکی از این نسل‌ها قدرتمندتر بودن؟ مثلا 1998، 2006، 2018 یا حالا هر نسل دیگه که خودت فکر می‌کنی بهتر بودن؟ به نظرم بزرگترین مشکل نسل کنونی اینه که امیر قلعه‌نویی به نظرم تصمیم گرفته که قبل از این جام دست به تغییر نسل نزنه. میدونم این تیم خیلی با تجربه است، میدونم این تیم 4 سال پیش و 8 سال پیش خیلی قدرتمند بوده و فکر میکنم الان دیگه از دوران اوجشون گذشتن. مثلا 2018 تو روسیه شانس خیلی خوبی برای صعود داشتن و با بدشانسی توی گروه سخت قرار گرفتن. مثلا بازی سخت با مراکش رو داشتن، نشد اونجوری که باید بازی بکنن. فکر میکنم اونجا نقطه اوج تیم ملی و عملکردشون بود، به ویژه که اون موقع مربی فوق‌العاده‌ای مثل کارلوس کیروش رو داشتن. 2022 دوباره موقعیت خیلی خوبی بود که برن تو مرحله بعدی، اما خب اونجا با اون بازی ضعیف 6-2 که به انگلیس باختن اوضاع به هم ریخت، سخت تونستن برگردن به شرایط عادی و در نهایت بازی آخرشون هم که متاسفانه باختن. فکر میکنم اون دو دوره، اون دو گروه از بازیکنان و اون دو موقعیت به نظر من احتمالاً بهترین فرصت، بهترین شرایط برای ایران بودن. البته 1998 هم تیم خوب بود. اتفاقا اولین دوره بود که من ایران رو تو جام جهانی می‌دیدم. علی دایی، کریم باقری، اون بازیکن‌های بی‌نظیر که من خوشحال بودم. خیلی هاشون هم اتفاقا به خوبی تونستم آشنا شدم وقتی که سال 1996 به اون مرحله رسیدن. اون تیم هم تیم فوق‌العاده خوبی بود، اما فکر کنم دشواری هایی که اون تیم داشت این بود که مثلا یکی دو تا از تیم ها، فقط یک دو تا از بازیکن ها در عرصه بین‌المللی بودن. مثلا علی دایی، کریم باقری تجربه اینو داشتن که توی سطح بالا بازی کنن، اما بسیار محدود. اما این گروه جدید بازیکن‌ها خیلی تجربه بین‌المللی بیشتره، مثل جهان بخش یا طارمی که خوب میدونن بازی توی لیگ‌های اروپایی یا بوندسلیگا یا لیگ انگلستان چطوره. اما متاسفانه فکر میکنم شرایط کلی توی شرایط سال 2022 به خصوص یه ذره از نظر روانی همونها رو متاثر کرد و نتونستن به اون پتانسیلی که لایقش بودن برسن. فکر میکنم اما متاسفانه الان دیگه یکم دیر شده باشه برای اونها. البته چیزی که میتونه با سودشون تمام بشه اینجوری که الان 48 تا تیم داریم و این باعث میشه که شما شانس بالایی داشته باشید که برین به مرحله بعدی. البته 2 تا بازی خیلی سخت هم پیش روست، اما ممکنه. ممنونم ازت مایکل. امیدوارم که با عملکردی که تیم‌های آسیایی در ادامه این مسیر دارن بازم فرصت این رو داشته باشم که در روزهای آینده با تو صحبت بکنم. متشکرم، خیلی لذت بخش بود که با شما همراه شدم. خب صحبت‌های من رو با مایکل چرچ، سردبیر سابق مجله کنفدراسیون فوتبال آسیا شنیدید. میریم یه آیتم می‌بینیم، برمیگردیم و سعید آزاده ادامه برنامه رو در خدمت شما خواهند بود.